потерян на площади более 10 миллионов квадратных локтей. Главный интендант предложил, чтобы мы передали часть запасов в общее зернохранилище в качестве жеста милосердия. Ваш народ голодает. مردم میگه همه چیزش خورده است تمام دیگه چی نداره مردم چیکار کنیم از همون ذخیره یگان چیز هوی میکنه که فرعون میگه مردم بتیم بخره یا چی میگه Ты хочешь, чтобы я тоже голодал? У моего народа полно воды. Выживут. او مایوان نرودا پالنو وادی انی ویژود اگه فهمیده که وقتی رحمان فهمان فرعون میگم یعنی که چه شباهت داره گفت که مردم گشنگی اومده است مردم میبرن بیا یگان چیزای خزینه توی کنیم بتیمشون گفت که تو میخوای که رنگ مردم منم گشنمونم بعد پاکو چیکار کنیم که مردم او دارن مونم او بخورن زندگی کنن ویژیوت کنن فهمیده است که چخل رحمانوف با فرعون یعنی که تشابه داره آن ذخیره‌های اصلا برای انسان به بنزین به سالارکا به گاز به برق زندگی کردن میشود لیکن به آب یعنی وقتی که ما یک گپ میزنیم وقتی که ما میبینیم و میکوبیم و جستجو میکنیم تحقیق میکنیم همون چیزا برای شما را ما گفتیم ما ایدل خودمون نگفتیم این گپا یعنی او دوره گفت شکر نه انا من او کنه او بین سالارکا و بنزین استوید وابشه گوش مودا در کار نیستای انا او در کارش مودا بزنه او بچارین بخریم بگردیم باید که ما در سر شما خدا باشم اگر ناشکری کرده کور میشین